2, son 2, 3, 4. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş sonuna. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. آره ما وقتی برای خواستگاری منتظر بودیم عالیه نیومد. یعنی چی؟ آبجی سلما حاضران خیلی ناراحت شده. ناراحت شد؟ مگه میشه ناراحت نشه؟ ملیسا جون به نظرم شما الان باید کنار دوستاتون باشین. میدونی که باشه. البته که کنارشون میمونیم. آلپر گفته بود کاش به حرفش گوش میدادم. ما چی کار کردیم؟ نهیر حالت خوبه؟ خوبم چیزی نیست. میخوای یکم استراحت کنی؟ موکان استراحت کردن نه. من نیاز دارم یکم تنها بمونم. باشه من حواسم به اینجا هست. تو برو راحت باش. سلام بچه چطوری؟ خوبی؟ نه سلام. تو خوبی؟ خوبم داداش صادق ممنونم. چیزه گورکم اومده بود دنبال تو. چی میگه؟ والا نمیدونم که. من دیگه میرم. میبینم. متشکرم. برو دیگه خیلی دیره. خیلی دختر زنده. آره خیلی زنده. بیا من با تو حرف دارم. بیا. چی شده دایی؟ اوکان مادرت ناراحته؟ مامانم ناراحته؟ نه بابا ناراحت نمیشه. دنبال بهونه میگرده. نه پسر به خدا این بار فرق داره. مادرت مریضه. انگار دلش برای بابات هم تنگ شده. دایی مامانم دلش برای هیچ کس تنگ نمیشه. دنبال آدماییه که باشون کلنجار بده. وقتی پیدا نمیکنه عصبی میشه. اینجوری نگو عزیزم. اون مادرته. مگه میشه اینطوری گفت؟ عزیزم این بار موضوع فرق داره. خیلی ناراحته. ببین من این فکرایی دارم. میای فکر کنیم؟ چه فکری؟ ببین من برای یه مدتی میخوام اینجا برم. خب دایی همه رو تعریف کن دیگه. یالا زود باش. ای خدا هی اصلا مقام سکوت کنم. این میگه تعریف کن نمیدارم. باشه دیگه بابا باشه. دارم سعی میکنم روابطمو میگه با تو برقرار کنم. باشه اینجا داد نزن دیگه. بگو. الان من مدتی اینجا میرم. خب با باباتم حرف میزنم بیاد. با مامان داشتی کنه. مادرتم یه بار یه شانسی بهش بده دیگه. بابام بر نمیگرده. مادرم هم اصلا نمیبخشه. خواهر زاده دلت نمیخواد بابات برگرده؟ البته که میخوام. خب دیگه بیا این کار رو حل کنیم با هم. خب با هم حل میکنیم. با هم پشتمون کوه. فقط اینو نباید به کسی بگی. خب بابا باشه. خیلی خوب یالا. خیلی خوب. چای بیار برای من بخورم. خسته. سلام. آبجی حاضران. دیروز خاله عالیه نیومده. نگرانش شدم. تو خوبی؟ من خوبم. اونو حل میکنم. نگران نباش. نهیر دیروز یه چیزی شد. مثلا چی؟ داداش فاتح و حسن یکم بحث کردن. پلیس اومده بود.
منم از گورکم شنیدم. یعنی یکم بد شد راستش. من که اصلا نمیفهمم، مگه بچه‌ن که دعوا میکنن؟ نهیر جون ببین، شاید متوجه نباشی ولی درد همشون اینه که تو رو از دست ندن. من فکر نمی کنم اینطور باشه. چون تو منفی فکر میکنی. آبجی حزیران تو رو خدا آخه این چی داره که مثبت فکر کنم ها؟ بستگی به طرز دیدت داره. الان خاله سلما هم قید همه چیو زده، به دنبال این افتاده که هر چی برای تو بهتره اونو انتخاب کنه. ولی من از اولم از این که اون هیچی بهم نمیگه از دستش عصبانی بودم. نهیر جون الان فقط موضوع مادرت نیست، داداش فاتح هم ببین، اونم از هیچی خبر نداشته. نه چی کار کنم آخه؟ منم مثل داداش فاتح برم یکی رو کتک بزنم؟ نهیر لطفاً این کارو نکن. تو الان باید نقطه تعادل اونا باشی. لطفاً. باش، من این مسئله رو حل میکنم. آبجی ببین دیگه اینجا موندنت فایده نداره. یعنی اینجا کارا همه بد پیش رفته. منم دیگه باید برم دیگه آبجی. خب من با اوکانم حرف زدم، وقتایی که در هتل بیکاره وقتش خالیه بهت سر بزنه. در ضمن آبجی یکی من به اون بچه احترام بذار. تو رو خدا احترام بذار، بچه است. که اینطور صادق جون ها؟ من تا امروز نتونستم برات خواهری کنم، منو ببخش. مشخصه که برای اوکانم مادر خوبی نبودم. آبجی اصلا تو این جزیره هیچ کس منو دوست نداره. آبجی جان فدات بشم، قربانت برم، خواهش میکنم. تو همینجوری هم باد کرده ای دیگه، غمگین میشی شبیه سفره ماهی میشی. خواهر جان ببین، تو در حق من مادری خواهری همه کار کردی، ولی من باید برم، یه فرصت کاریه. خب من باید برم برگردم، سریع هم برمیگردم. باید؟ یعنی چی اون وقت؟ نکنه تو تحت فشاری؟ نکنه یه عده تو رو مجبور به رفتن میکنه؟ ببینم نکنه تو رفتی پیش فالگیر؟ چی شده؟ فالگیر چی؟ همچین چیزی مگه میشه؟ من آخه گوله این هنجمه رو میخورم آبجی، چنان نگو فدات بشم. ببین چقدر خوب تو کن اینجا دوتایی با هم زندگی میکنی، نهیر داریم اینجا، غذا داریم، مبل داریم. اعصاب منو خورد نکن صادق، اینقدر اسم اون دختر رو جلو من نیار، حالم بد میشه، همش دنبال پسر منه. آره بگذاریم آبجی، من دیگه فوراً باید برم. خب برم دیگه، من همه شما رو از این وضعیت با خبر میکنم، زنگ میزنم، حال احوال میکنم. آبجی جون میگم بیا، ولی تو نیا. خب باشه خیلی مراقب خودت باشه. گریه نکن سگرماهت پاک میشه. خداحافظ. برو دیگه، ما هم بدون تو به قوانین این جزیره عادت میکنیم. من اصلا طرف دعوا نبودم، ولی اتفاقای دیروز نشون میده که دیگه اعصاب همه به هم ریخته. من میدونم که نیت شما توافق کردنه و باور دارم بدون ناراحت کردن نهیر این موضوع رو حلش میکنین. از بعد دیشب تنها دلیل موندنم همینه. یعنی اگه الان برم، رابطه‌ای که سعی کردم با نهیر بسازم از بین میره. تعمیر کردنش خیلی سخت میشه، ولی خیلی سخته با سلما و آقا فاتح بیایم کنار هم دیگه. شما این موضوع رو به نهیر بسپرید، کافیه که اون قانع بشه. مووی باز. خوش اومدی نهیرم. اصلا خوش نیومدم داداش فاتح. با حسن دعوا کردین، بعدش هم پلیسا اومدن. تو میخوای منو ناراحت کنی؟ مگه میشه همچین چیزی؟ من تو رو ناراحت میکنم؟ یعنی تو منو از خانواده ندونیم، طالبم بیام کنار تو با هم صحبت بکنیم. داداش فاتح، معلومه که تو رو از خانواده خودمون میدونم. من همچین چیزی رو بهت نمیگم. ناراحت میشم چون چیزایی که قبلا باید میشنیدم و تازه الان دارم میشنوم. نمیتونیم حرف بزنیم چون هنوز همه از من یه چیزایی رو قایم میکنن. حق داری، کار منم درست نبود. بی خبر از شما با حسن روبرو شدم، ولی مادرتم اونطوری دیدم. خب طاقت نیاوردم جون تو. خب از وقتی این حسن اومد فکر میکنم تو همه تصمیمات شخصی من اثر گذاشته این آقا حسن. اگه یه روز این حسن بره باز خاطر اینکه فکر میکنه ممکنه ناامید بشی میترسه. من نمیدونستم اینجوری فکر میکنی. دیدی عزیزم، کسی از کسی چیزی رو مخفی نمیکنه. ما نمیتونیم حرف بزنیم، نمیتونیم دردمون رو تعریف کنیم.
ببین میدونی الان باید چی کار بکنی؟ چی عزیزم؟ تو میری خونه، بعدش من میرم دنبال حسن، اون وقت همه با هم میشینیم توی خونه حرف میزنیم. بدون عیزه مادرت نمیتونم این کارو بکنم. داداش فاته تو اونو راضی کن دیگه. اگه قبول نکنه چی؟ قبول میکنه، تو اونو راضی میکنی. زود باش. از دست تو. واقعا خیلی ناراحت کننده است. آره. اینا رو ببین. اتفاقای دیروز شنیدین؟ صبح بخیر عزیزم، ما هم درباره همون حرف میزدیم. بیریجیک ما باید کنار حزیران و پویراز می بودیم. بله موافقم، همش تقصیر گرکمه. چرا خب مگه من چیکار کردم؟ تقصیر توه دیگه. آره دیگه، تو ما رو قانع کردی که اونا هیچ اهمیتی به همون نمیدن. حتی گفتی چون ما رو نمیخوان دارن میرن استانبول. آفرین، تبریک میگم، نمایشتون در حد اسکاره. فقط اینو بگم شما خودتون رو تحریک کردید. من که از اول طرف رفتن بودم. من چند بار به حزیران چی گفتم؟ دخترها چی کار میکنید؟ اتفاقی که افتاده به نظر من سعی کنید دل دوستاتون رو به دست بیارید. همین. یه راهی پیدا میکنیم. آره دیگه. خب سلما چی کار میکنه؟ واسه حزیران ناراحته، چی کار کنه؟ دختر ساده ای؟ مگه اونو میپرسم. چیو میپرسی گرکم؟ واقعا از هیچی خبر نداره انگار. زندگی های غریبه در زیر یک سر. این همون خبرنگار حسن دمیرا. خب چی؟ اون اصلا خودم باید تعریفش کنم. باشه محکم وایسا. خیلی صف وایسا. نهیر ما هست، نهیر خودمون. خب بابای اون وردپرس. چی؟ آره چی؟ منم اولش خیلی تعجب کردم. آره الان یه چیز دیگه میاد، دقت کن. فاتح و این خبرنگار کارشون به پلیس کشیده. چی میگی؟ ببین یه چیه دیگه هم اومد، دیدی؟ خب تو خیلی خوب تعجب میکنی. آره من بابت دیروز از شما عذر میخوام. تو چرا معذرت میخوای پسرم؟ اصلا مشکلی نیست پویراز، ما برای شما ناراحتی. من و حزیران واسه ازدواج مصممیم. برای همین اگه اجازه بدین میخوام امشب بیام خواستگاری حزیران. میخوام حتی اگه مادر بزرگم هم نباشه این لحظمون ناقص نباشه. بازم؟ زینب البته که میتونید بیاد پویراز. نیازی نیست که تدارک ببینیم، همین که پیش شما یه انگشتر بندازیم واسمون کافیه. خب باشه، حالا که اینطور میخواید ما هم هر کاری لازمه انجام میدیم. خاله عالیه، من بعد اتفاقای دیروز خیلی دلخور شدم، ولی پویراز خیلی دوست دارم، برای همین اینجا. راستش تو نزدیکترین شخص به پویرازی. ما قصد دور شدن از تو رو نداریم، لطفاً اینو بدونید. وقتی تصمیم به ازدواج گرفتید گفتم خیلی زوده، ولی عیبی نداره، بچه‌ها اینطوری تصمیم گرفتن. فکر کردم وظیفه من اینه کارهایی که بر عهدمه باید انجام بدم. مخصوصا وقتی فهمیدم آیتن خارجه و نمیتونه شرکت کنه دلم سوخت، ولی اصلا دخالت نکردم. دست و پام به هم پیچید. هنوز این همه نگرانی تموم نشده، اینو فهمیدم. یعنی میخوای دیگه چی بگم؟ من فقط میخوام قبل اینکه دو نفر رو از زندگی دور کنی خوب فکر کنی. باشه؟ ببین پویراز امشب داره همه چیو به جون میخره و تنهایی میاد خواستگاری من. لطفاً این بلا رو سرش نیارید. اگه قضیه مسخره استانبول رفتن عقب بندازین میام. منم جز شما کسی رو ندارم که. خاله عالیه، ما تون میایم بهتون سر میزنیم، تو هم میای با ما. هر جایی که دوست داریم میریم، هر جایی که بخوای میریم میگردیم. خوب نمیشه بهش فکر کن. نمیشه، نمیام اونجا. من چی کار دارم؟ فردا روزی بچه دار شدین شما اونم به من نشون نمیدین. خاله عالیه مگه میشه همچین چیزی؟ اگه شما منو از این خانواده به حساب نمیاری، این انگشتر رو پس بگیر. باشه؟
چون این انگشتر یه داستانی داره. ما با اون نتونستیم یه داستان جدید بنویسیم. اگه نوشته بودیم تو به ما تبریک میگفتی، کنارمون میموندی و حمایتمون میکردی. ولی اینو بدون، ما این تصمیمو گرفتیم تا یه داستان جسورانه بنویسیم. کلی صفحه خالی منتظرمونه و داخل اون صفحه ها تو یه جای بزرگ داری. چه بخوای چه نخوای اینطوریه. برای همین تو این انگشتر رو بگیر. وقتی داستان این انگشتر نوشته شد ما هم همدیگر رو میبینیم، باشه؟ فاتح، تو این ساعت خونه چی کار میکنی؟ نهیر اومده بود مغازه. چی؟ دیشب شنیده؟ نه الان بدرفتاری میکنه. آره یکم عصبانی شده، ولی یه چیزی گفت. چی گفت فاتح؟ بگو دیگه. اسباب آقا حسن میاد اینجا. چی؟ گفت همه با هم یه اختلاطی بکنیم. اصلا همچین چیزی نمیشه. الان شما باز میافتیم مجونه هم، منم طاقت نمیارم یه چیزی میگم و نمیشه. اخشم بهت قول میدم عصبی نشم جون تو. ما این قضیه رو نباز کش بدیم، اینطوری نهیر از همون دور میمونه. نمونه، باید بیاد خونش. ولی چرا حسن میاره دیگه عزیزم؟ ذاتن شب نامزدی حاضیران اصلا نمیشه. سلما ما باید این موضوع رو حلش کنیم جون تو. آقا حسن بابای نهیره. من هر کاری از دستم برمی اومد و کردم، اما نمیدونم میاد یا نه. ممنون حاضیران، خوب شد که تو حرف زدی، اما برای آخرین بار منم میخوام حرف بزنم. بعد این همه اتفاقا من فکر نکنم بیاد. حداقل ما شانسمون رو امتحان کردیم دیگه. من میرم بیرون، میام عزیزم. چیزی لازم بود زنگ بزنی. پس منم میرم. میبینمتون. میبینمت. نگران نباش دیگه عزیزم. خسته نباشی. ممنون، روزتون خوش. خوش اومدی آدم. سلام برس، گل سفارش دادی؟ آره دفعه قبل نخریدم اما الان میخرمش. واسه عروسی هم ازت گل میخوام، میاری دیگه؟ البته حل میکنه. دمت گرم. شبیه جوونیای مادرتی. خوبه، بازم شبیه تو نیستم. خوشحال شدم. ولی تو هم مثل من لجبازی. خب یه جورایی. نهیر قبل اینکه بریم خونه میخوام یه چیزی بهت بگم. قبل اینکه تو به دنیا بیای من اومدم جزیره. اون موقع من یه آدم کاملا متفاوت بودم. ذهنم خیلی آشفته بود، احساساتم نامشخص بود. میترسیدم دنیا بهم اهمیت نده و زندگی از دست بدم. مامانت حق داره. میترسیدم و فرار کردم، ولی از تو فرار نکردم. یعنی اگه از وجود تو خبر داشتم حسام مثل الان میشد. اصلا تو رو رها نمی کردم. یعنی مامانمو مقصر میدونی؟ نه اصلا مادرت هیچ شخصیری نداره. حق داشت به من اعتماد نکنه. دیدم چقدر ناراحت شده نهیر. میدونم باید با تو و مامانم زودتر از اینا حرف میزدم، ولی من میخواستم همه چی راحت تر باشه. معذرت میخوام که سختش کردم. هدف من این نیست که بیام تو زندگیتون و تو و مادرتو ناراحت کنم. میخوام تو رو بشناسم نهیر. خواهش میکنم به من یه فرصت بده. اگه نخوای میرم. قول میدم دیگه منو نبینی. ها؟ آبجی زینب، میگم اینا رو میذاریم رو میز؟ بذار فعلا اونا همونجا باشن، بعدا میبریم. باشه. از اینا بخوردی که صبح تا حالا هیچی نخوردی؟ نه چیزی میل ندارم. چرا؟ تمومه؟ تمومه. نظرتون چیه سر به حاضیران بزنیم؟ باشه بیا بریم. اون الان خیلی هیجانی. آره من الان میام. الو بفرما آلپر.
خونه آبجی زینب دارم کمک میکنم. کجا بیام؟ نمیتونم جایی بیام. میگم نمیتونم بیام. باشه آلپر، نیم ساعت دیگه میام جایی که گفتی. آبجی زینب میشه من یه نیم ساعت برم بیرون و برگردم؟ آره جانم، تو به کارت برس. باشه. زینب یه لحظه نگاه میکنی. به نظرت با کت شلوار لاجوردی کدومو بزن؟ این خوبه. باش. تو چته؟ چه میدونم، این دخترها رو دیدم ذهنم به هم ریخته، یکم ناراحت شدم. ای کاش دختر منم اینجا. اینجوری نکن دیگه، همین صبح باهاش حرف زدی، خیلی هم خوبه، خوشحاله. ما هم میریم استانبول، میریم دیدن پویراز، حزیران. باشه، خودتو ناراحت نکن. باش، بریم. پرنده ها تک تک دارن ازشون پر میکشن. از این به بعد ما هم میریم خونه هاشون میبینیمشون. اینطوری میشه دیگه، باید عادت کرد. یالا آماده شو. من میام. خب این همه روزه دارین حرف میزنین، الان چرا سکوت کردین ها؟ زود باشین هر کی یه چیزی بگه دیگه. نکنه بازم میخواین دعوا کنین. دیگه اصلا همچین چیزی نمیشه. کسی نمونده که نشنیده باشه. مردم وقتی دارن از کوچه رد میشن میان پیش من میپرسن چی شده. جلوی همه رسوا شدیم دیگه، الان چه حرفی بزنیم؟ به ما چه ملت چه حرفی میزنن؟ دخترم شبابجی حزیران نامزدی داره، میدونی مگه نه؟ ما اینجا چی کار میکنیم الان؟ میدونم مامان، دیروزم بود، ممکنه فردا هم باشه. پس الان بشینیم حرف بزنیم. انگار شما شروع نمی کنی. پس من شروع می کنم. من تا این سنم من و مامانم تنها بودیم. نبوده تو اصلا منو ناراحت نکرد. مامانم تنهایی هر کاری از دستش برمی اومد می کرد. اصلا ناراحت نشدیم. الان توی زندگی جدید قدم گذاشتیم. با اینکه تازه با داداش فاتح آشنا شدن، ولی مثل یه خانواده شدیم. ولی حالا تو اومدی. من اصلا از اینکه تو نبودی ناراحت نبودم. مثلا میتونستیم اصلا آشنا نشیم، ولی الان اینجایی. من میخوام تو رو هم بشناسم. مامان، داداش فاتح، رایی هست بدون اینکه شما رو ناراحت کنم بابامو بشناسم؟ آلپر، اینطوری کجا اومدیم؟ آلپر دیگه از این رفتارات خسته شدم. خیلی خوب، بیا بریم. کجا بیام؟ کجا داریم میریم؟ یه دونه ای من، فقط با من بیا. خودتو لوس نکن دیگه، انگار میری سفر قنده ها. گرگم، من کارای مهم میدارم داداش. یعنی فالگیرم گفته بود که تو باید بری. ای بابا، از دست این فالگیرا این روزا همه عجیب شدن به خدا. گرگم، راستش همه این حرفا بهانه است. من میخوام یکم این سوزان دور بشم گرگم، ولی الان چند جانبه ناراحتم. اون به من گفت هیچ کس تو این جزیره من دوست نداره. گفتش که نه پسرم نمیاد خونه و اینا و ناراحت ای میشه. بابا، اونم دیوونه حساب در اومد. هم مثل اجدا آتیش میده بیرون، هم نقش معصوما رو بازی میکنه. یعنی
تو هم میدونی چرا میرم؟ اوکانم میدونه. راستش آره کار آره بهانه است. من میخوام با شوهرخواهر حرف بزنم، رابطه شونو برم درست کنم. فهمیدم توپولو. تو یه مدت دور شو، تو یخ نکرده برگرد، نظر دلمون برات تنگ شه. یالا برو کشش نده. زود باش. صادق برکم دلم برای تنگ میشه یعنی؟ باشه چون همش دلم تنگ میشه. صبر کن. باشه برو. یالا اینجا کجاست؟ نمیدونم، انگار شبیه خونه جدید ماست. چی؟ خونه ما؟ آلپر اصلا باورم نمیشه. پس همه چی برای این بود؟ ولی اینجا خیلی گرونه. یه دونه ایمان ببین، تو اصلا به اینا فکر نکن، همشو حل کردم. ولی چطوری حلش کردی؟ ببین این سورپرایز بود، حالا هم یه سورپرایز خیلی بزرگ تو راهه. مادر بزرگ، مادر بزرگ، تو میای؟ البته که میام. مگه میشه من پسرم و تنها بذارم؟ کافیه تو خوشحال باشی عزیزم. آره دختر خوشگلم، یعنی تو خوشحال باشی ما هم خوشحال میشیم. اما نمیتونم قبول کنم که یه هایی بیاد و وارد زندگیمون بشه. منم همچین چیزی رو نمیخوام. یعنی نمیتونم زمان پس بگیرم، اتفاقا رو عوض کنم، ولی میخوام نهی رو بشناسم. خبر گرفتن از اون، دیدن زندگی کردنش، این منو خوشحال میکنه. ولی اجازه میدی زندگی خودش رو تجربه کنه مگه نه؟ همین که اومدی ذهنش رو به هم ریختی برای سنگاپور رفتن و اینا. بهش نشون دادم گزینه‌های دیگه هم برای انتخاب کردنه، ولی ترجیح با اونه. تو انتخاب درست از کجا باید بدونی؟ لطفاً یکم آروم باشین لطفاً. باشه دخترم من آرومم. آره هستم، ولی اومده خونه ما میگه آزاد رفتار کنه، انتخاب خودشو بکنه و اینا، انگار که ما هیچی نمیدونیم. ما بهت فشار میاریم دخترم ها؟ اخشم خواهش میکنم. سلما داری موضوع منحرف میکنی. تو فقط این کارو میکنی. من اومدم اینجا برای حرف زدن، ولی مشخص اشتباه کردم. بسه دیگه بسه. گفتم 2 آدم بالغین میشینین اینجا با هم دیگه حرف میزنین. گفتم شاید حلش میکنین، ولی نمیشه، انگار اشتباه کردم. من از شما فقط یه خواهش دارم. من تصمیممو گرفتم، ازتون میخوام که بهم گوش بدین. همین. باشه دخترم، باشه بگو. باشه گوش میدیم. مامانم حق داره، من سنگاپور نمیرم. من تصمیممو گرفتم، نمیخوام ازش منصرف بشم. آفرین دخترم. حالا که میخوای با ما وقت بگذرونی، باشه بگذرون. منم دلم میخواد بدونم تو از چیا خوشت میاد، چیا خوشحالت میکنه. پس با هم دیگه بریم سنگاپور به عنوان توریست.
ای خدا، این چیزا از کجا در میاد دخترم؟ مامان، میخواستی برم سنگاپور درس بخونم؟ باشه دخترم، اعتراض نمی کنم، قبوله. داداش فاطم، ولی من یه شرطی دارم. به هیچ عنوان نباید در حق ما کوتاهی کنی. مگه میشه در حق شما کوتاهی کنم؟ من خیلی دلم براتون تنگ میشه. منم از الان خیلی دلم واسه تنگ میشه. جون تو جدی گفتم. تو چی؟ قبول میکنم. سلما، خیلی بچه خوبی بزرگ کردی. خیلی متاسفم که کنارتون نبودم، ولی گذشته جبران پذیر نیست. براتون آرزوی خوشبختی دارم. من اصلا حالم خوب نیست. مامان، خوب نیستم، اعصابم به هم ریخته. ببرمت بیمارستان؟ نه بیمارستان لازم نیست، شاید استراحت کنم خوب شم. صبر کن من به زینب زنگ بزنم. زینب، ببخشید من امشب نمیتونم بیام. نه همچین چیزی نیستش، همچین اتفاقی نیفتاده، فقط یکم بی حالم. الان بیام اونجا شمام ضد حال میخوری، نیازی نیست یعنی. باشه، حاضرانه از طرف من ببوس، نهی رو میفرستم. وقتی تو اینجوری هستی من نمیرم. اونم همینو میگه. باشه زینب جون، یالا به منم خبر بدین، پیش مبارک باشه، میبوسمت. اینم خوبی؟ بیا حرف بزنیم پسرم. آکان، من میدونی دایی صادقت رفت؟ ما این جزیره رو ول کرد و رفت. میخواد تو زندگیش تصمیمای جدید بگیره. یعنی من و تو این جزیره تنها موندی. دایی صادق رفته؟ میگم رفته دیگه پسرم. امروز با دستای خودم فرستادمش. ببین پسرم، تو هم مادرتو اینقدر ناراحت نکن. بریم خونمون دیگه، منو تنها نذار. ماما مطمئنی خودتی؟ من دیگه عاقل شدم، اصلا بهت فشار نمیارم. قول میدم، قول. ای جان. باشه، من اینجا یه ذره کار دارم، وقتی تموم شد زود میام خونه. من تنهات نمیذارم خوشگلم. ای خوشگله مامان. ببینمت خودتی نه؟ آره تو واقعا خودتی؟ شروع نکنم. کجا موندم؟ میان دخترم، آروم باش. یعنی خاله عالیه میاد؟ نمیدونم که. اومد. چطور به نظر میام؟ خوبم؟ عالی هستی تو معرکه شدی. پس رو باز کنم. دخترم، میخوای ما رو جلوی در منتظر بذاری؟ خاله عالیه اومدین؟ خوش اومدین. البته که اومدم. خب دیگه بفرمایید. عزیز دلم. ماشاءالله خیلی خوشتیپ شده. بله آره همینطوره. خوبه الان نمک بریز. به نظرم این کارو نکنی. زود باش بابا. زود باش بریز دیگه. نه به نظرم لازم بریز دیگه. لازمه این کارو بکنی، زود باش.
آی این کمه دختر، بیشتر بریز. ببین دیدم کم ریختی، برای پویراز بیشتر بریز. پارتی بازی نداریم. همینه. تموم شد. خیلی به هم میان. متشکرم عزیزم. ببخشید. ممنونم مامان جون. مرسی عزیزم. ممنونم. بله، اول از همه ازتون معذرت میخوام. فکر کردم قراره هم حاضیران هم پایراز و یهویی از دست بدم، اما اونا توی زندگی خودشون چنان جای قشنگی به هم دادن که عالیه خانم. اولش همه ناراحت شدیم، اما در نهایت ختم به خیر شد. مهمم همینه. درسته، حق داری، حرفو زیاد کش ندم. بله، دلیل دیدارمونم مشخصه. دخترمون حاضیران و پسرمون پایراز همو خیلی دوست دارن و تصمیم گرفتن و از این به بعد نمیتونیم حرفی بزنیم. به امر خدا و سنت پیامبر دخترتون حاضیران و برای پسرمون پایراز میخوایم. ما هم با رضایت دخترمونو دادیمش رفت. از کار تموم. مبارک باشه. بفرمایید عزیزم. تبریک میگم دختر. پسرم. خیلی خوب، الان این کار به عهده منه. باشه دختر خوشگلم، عزیز دلم. ایشالله به خیر و خوشی زندگی کنید و همیشه خوشحال باشید. میبرم. مبارک باشه ایشالله. یه لحظه. خب عزیزم، دخترم، داستان ازدواج شما تمام نشده. خیلی طولانی باشه و این انگشتر رو اصلا از دست در نیاری. باشه؟ حاضیران، من و بریجیک یه برنامه ریزی کردیم. ما حنا بندونه تو میگیریم. چه حنا بندونی؟ عروسو میشونن و اطرافش میچرخن و اشکشو در میارن. البته خیلی خوب میشه. نه جونم، حاضیران این چیزا رو دوست نداره. مگه عروسی بدون حنا بندون میشه؟ نه، من حنا بندون نمیخوام. ترسم چرا گریه کنم، باید بخندم، دارم خوشبخت میشم. میگم اگه شما میخواین خوشگذرونی کنید بین خودتون خوشگذرونی کنید، منو قاطی نکنید. حاضیران مخالفت نکن دیگه. بله انجام میده، رسمه. همچین چیزی نمیشه، شوخی نکنید. دخترها از ته دل و غمگین تر، یالا ببینم.
hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. برای که غم نباشه. اوه نوش جون جوونا. واسه اومد و فاتح داره میاد. بیا بشین، بیا تازه شروع کرد. عادت نرم بدون اون توپلی ببینمت. دلتنگش شدی؟ آره عزیزم مشخص نیست، سبک شدم. واقعا کسی میدونه صادق کجاست؟ هیچکی نمیدونه کجا رفته، فقط با این جیگر حرف میزنه. اوف نپرسین، یعنی بچه به خاطر خواهرش خیلی ذهنش درگیر بود، به خاطر آبجیش بود دیگه، داغون شده بود. بگذاریم. حالا شبو به یاد اون بنوشیم ها، نظرتون چیه؟ سلامتی. پایراز شوخی داری ازدواج میکنی با؟ ای بابا عمو فاتح بیایید امروز اینطوری حرف نزنیم. خب اون طرف دارن عروسی و به گریه میندازن، ما اینجا خوش میگذرونیم و حال میکنیم ها. نظرتون چیه؟ کی حاضرانو میگی؟ فکر نمیکنم. آره شاید حق با توه. پایراز یه چیزی میپرسم، گرفتن همچین تصمیمی سخت نبود؟ کدوم تصمیم؟ دستتو بده. دستتو باز نکن، رسم منتظر بمون. الان باز کن دخترم، باز کن. طلا گرفتم. اینم بذاریم. خیلی خوب نگاه کن. خب عالی شد. خیلی خوب باشه. پس این چی؟ باشه دیگه اینو باز میکنم. نه بدون گریه کردن نمیشه. خدا عالیه دیگه، از این رسم و رسوما بگذاریم بریم خوشگذرونی کنیم دیگه. به نظرم یه آهنگ دیگه بخونی. نه تو رو خدا این گریه نمیکنه، بی خودی تلاش نکنی. ارائه شده توسط وبسایت مووی باس. ماما زینب تو حالت بد شد که پرنده داره پر میکشه؟ نه اینطوری نیست. بلندش کردم، تصاویر بچگیش اومد جلوی چشمم. آخه کل پارچه های تو خونه رو جمع میکرد، یه چادر درست میکرد، بعدش توش قایم میشد، حتی در نمیامد غذا بخوره. بعدش من پیداش میکردم، دقیقا مثل الانش همینطوری بهم نگاه میکرد. بعدش منو بغل میکرد، انگار گم شده و من پیداش کردم. آبجی عزیزم، من خیلی دلتنگ تو میشم. من بدون تو چطوری تو این جزیره زندگی کنم؟ به کی رازمو بگم؟ با کی درد دل کنم؟ حزیران تو همیشه خوشحال باشی. ببین من به خاطر وجود تو با آدمای زیادی آشنا شدم. اینطوری از هم دورم که باشیم میتونیم به هم زنگ بزنیم و از هم با خبر بشیم. باشه اینجوری نگرانیمونم کمتر میشه. باشه دیگه تو رو خدا بس تمومش کنی. باشه دیگه تونستین اشکمو در آوردین، راضی شدین. خوبه؟ چرا همینطوری الکی اشکمو در میارید؟ چرا گریه کنم؟ مامان چرا گریه کنم؟ چرا؟ چه تصمیمی باشه پایراز؟ تصمیم ازدواج؟ نه داداش اونو نمیگم، در مورد اسباب کشی به استانبول پرسیدم. البته که برای من یه تصمیم سختی بود، اما داداشم ببین تو هر تصمیمی بگیری، هر فکری بکنی، من کنارتم داداش. تا آخرش از کنارت جم نمیخورم پایراز. ممنونم. خیلی چیزا تجربه کردیم، چه خاطراتی تو جزیره داشتیم. سخت میشه پایراز، خیلی دلتنگت میشیم جون تو. ای دیگه یعنی بچه ها این همه سال تو جزیره
بگن با 3 کلمه جزیره رو توصیف کن، یکیش پویراز میشد. دلتنگ میشیم، بازم هرچی خیره. با جناقی اشکمونه در نیار دیگه. به خدا منم دلتنگتون میشم، خیلی هم ناراحت میشم. اما بگذاریم، ما الان کنار همدیگه ایم. به نظرم از این لحظه لذت ببریم. یالا ببینیم. سلامتی پویراز و جزیره. به سلامتی. به سلامتی. نوش. خسته نباشی. آقا حسن سلام علیکم. شرمنده با حواسم نبود. امروز عروسی داریم آقا حسن. غذا رو آماده میکنم، مغازه که بسته میمونه طفلی گرسنه نمونه. خیلی کار خوبی میکنید، کارتون قابل تقدیره. نه آقا حسن کاری نیست که وظیفه‌ایه که باهاش انجام بدیم. در حقیقت اینطوره، شما رو معطل نمی‌کنم، دلیل ملاقات یه چیز دیگه است. بفرمایید. یکم تنش داشتیم، فکر نمی‌کنم مشکلی باشه. نه با چون شما رو دوست می‌بینم رک و پوسکنده حرفمو میزنم. موضوع نهیره. مشکلیه؟ نه مربوط به منه، یعنی برای آینده نهیره. مشکلی نباشه، فقط میخوام که دست پنهون من باشید، یعنی برای آینده نهیر میخوام راهو بهش نشون بدم. خب اما نمیتونم اینو مستقیم انجام بدم، سلما قبول نمیکنه، نمیخواد. اما شما کمک کنید. میتونم بپرسم نظرتون چیه؟ آماده همکاری هستی؟ ببین آقا حسن، من حاضرم واسه خوبی نهیر هر کاری بکنم جونت. خیلی متشکرم. نهیر ذاتاً دختر قویه، منم میخوام براش فایده ای داشته باشم و اینکه حس پدریم دارم که این همه سال تجربه. خوب میفهممت آقا حسن، هر پدری دلش میخواد بچهش خوشبخت بشه، نگران نباش. اما باز عجله کنیم، دختر اونور منتظر منن، باز به عروسی برسیم. بیا اخته کمک کنم. البته. اینا رو برده بینه. البته. بپا بیا بریم. کجا بذارم؟ اونور. کجا بذارم؟ بذار اون طرف. چطوری تو؟ بزن روشنشی. اون طرفم بذارم؟ میبینمت آقا حسن، فدات. چشمان سایه زده، آرایش بدون بزرگ نمایی، این خطای چشم و سایه های مرتب عالی هن. محرکه شدی دختر،
نمیشه بزرگ نمایی نکنی. بریم دیگه، من خسته شدم. پویراز چی کجاست؟ خسته شدم؟ قبل عروسی توماد نباید عروس رو ببینه، بچگونه میاره. اما دختر تا آخر عمرت میخوای با طرف زندگی کنی، خسته میشه. خب لذتشو ببر. آره. در باز کن. اومدم. بیا تو. آی گلم اومد. بفرمایید. خدمت شما. مبارک باشید. باشه دست گروه دادی. زود باش. خوشگله. برو دیگه، برو. خیلی بوی خوبی داره، تازه است مثل خودت. منو ببین، آخر عروسی میندازی سمت من وگرنه میکشمت. وسط پیشونی. آره میشه. بیانی عکس بگیریم. بدو. یلا بیای. دختر من تو عکس نیستم که. بله میشه بکشی کنار کوچم. مادر و دختر منو بیرون کردن. آلپر واسه همه چی ممنونم. مگه چی کار کردین پایراز؟ دیگه میخواستی چی کار کنی؟ تو نبودی به کی اعتماد میکردم؟ هتل به کی میسپردم؟ چه میدونم، حتما به صادق میسپردی. واقعا بهترین دوستم تو هم همینطور. به ملیسا گفتی؟ نه داداشم نگفتم، گرچه گفت چطوری این کار رو حل میکنیم، یکم مشکوک شد، منم نگفتم، اما برای اونم یه سورپرایز خیلی بزرگی میشه مطمئنم. من به نهیر گفتم تو در جریان باش. باشه داداش. خب بریم دنبال حاضران، آماده است یا نه؟ نه داداشم، هنوز که دختران نیومدن، زوده. پس من برم، یکم کار دارم. پایراز ببین داداش، تو امروز میمونی، کل کارا رو مدیر هتل حل میکنه، تو هم عشق و حالشو میکنی. خب امروز کار واسه تو ممنوعه، برو حالشو ببر. دمت گرم. منم همینطور. صادق واقعا رفته مامان. ببین خیلی از دست صادق عصبانی میشم، اما واقعا دوستش دارم، نور چشم منه. مامان ناراحت نشو، داییه دیگه. شاید دوباره کنار هم جمع شدیم. آخه پسرم، من اومدم اینجا که به اون کمک کنم. وقتی اون نباشه دیگه چه فایده ای داره؟ هیچ. پاشو بریم عروسی. ها؟ 2 تا آدم میبینی حواست پرت میشه. یه ذره میرقصی. ها؟ قبوله؟ ایشید خدا نکشتت. این یعنی آره دیگه نه؟ اوی اونا رو هم آماده کنین لطفا. بذاریدشون همونجا، اونا رو هم ببرین اون طرف. ما مامان داری چی کار میکنی؟ دارم صدامو صاف میکنم. چرا؟ میخوام داداش پایراز آبجو حاضرانه تو سپرایز کنم. باشه، من جوری رفتار میکنم انگار نفهمیدم. برای تخم کفتر بیارم؟ نه خیلی نمیخوام، لازم نکرده، برو. از تماشا سیر نمیشن. ایشالا که سردت نشه. اومد. خودتو نکش، دارم میام. هنوز آماده نیستین؟ سهم ما رو بده جونم. چی؟ دختر گرفتن از ما راحت نیست، باید سهممونو بدی دیگه. چی میگی تو هم با این قیافت؟ همه منتظرن. شوخی کردم بابا، بیاش.
مایسی ما جلو میریم. خیلی خوشگل شدی. تو هم همینطور، یعنی خیلی خوش‌تیپ شدی. آماده ای؟ آمادم. خیلی مبارکه عزیزم. یا پسر خوشگل عزیزم. مهمونای عزیزم به مراسم عقد خوش اومدید. شاید هم بیان روی صحنه. خب اگه آماده اید مراسم رو شروع کنیم. حزیران صدفلی، پویراز علی ازگو رو به عنوان همسر قبول میکنید؟ بله. پویراز علی ازگو، حزیران صدفلی رو به عنوان همسر قبول میکنید؟ بله. مبارکه. شماها شاهدی؟ بله. امضا بزنید. منم بنا به اختیاری که زیباترین جزیره دنیا یعنی کلنگیچ بهم داده شده شما رو زن و شوهر اعلام میکنم. پاشو لگد کن. Rengarenk ormanlardan elimden tutup da yürüdün yanımda. حزیران صدفلی ازگور خیلی گوش‌نوازه. به زندگیم خوش اومدی عشقم. اسمم کنار اسم تو باشه. تو هم خیلی خوش اومدی. خیلی دوستت دارم. منم خیلی دوستت دارم و اینو هر روز بهت میگم. Ellerin dokunmaları, sözlerim bir şarkı sınırında, kuvvetli ezberim, içimdeki hislerim, tek senin hislerim. خیلی قشنگ و رمانتیکه مگه نه؟ آره، به نظرم تو هم عروس زیبایی شدی. میدونم، ولی خب من فقط دوست دارم به عنوان مهمون بیام عروسی. واقعا؟ میشه ما هم بریم استانبول؟ من شهردارم زینب. جزیره رو ول کنم کجا برم؟ Rengarenk ormanlardan elimden tutup da yürüdün yanımda. اومدی؟ من فکر میکردم عروسی دوست نداری. اونا رو اونطور خوشحال دیدم. زیباست، نمیشد نیام. دوتاشونم از خانواده هست. یعنی تو هم از خانواده ای؟
اگه قبول کنی. چه حرفی میزنن آخه؟ کی باشه؟ نهیر و حسنو میگه. اخشم عادت کنی خوب میشه. با پدر دختری سعی میکنن همدیگه رو بشناسن. نگران نباش عزیزم، چیزی نمیشه. حواسته که داریم دوستامون از دست میدیم. مزخرف نگو، چه از دست دادنی؟ ببین چقدر خوشحالم. تازه زود میان جزیره. همین که هتل چی؟ چه هتلی؟ من نگفتم هتل بریم برقصیم. خب پویراز و حاضران دارن میرقصن، چه عجله ایه؟ یعنی چه خبر شده ها؟ تو خیلی زیبا شدی بیرجیک، نمیتونم ازت چشم بردارم. آقا احمد جون، حاضری؟ گرکم الان؟ نه عروسی تموم شه همه برن بعد شروع کن. ببین همه چی آماده، زود باش دیگه. بیا برو صحنه، زود باش همه منتظرن. زود باش ببینم. باشه خانم ها و آقایون توجه کنید. اون فقط یه خیاط نیست، اون فقط بهترین مادر دنیا نیست، اون یه خواننده است. این شما و این سلما. میکروفونو بگیر. خیلی ممنونم. الان دختر عزیزم حاضران و پویراز در یه روزه خیلی شاد هستم، پس من براتون یه سورپرایز دارم. Maman cünem. Elbet sen de güzel olacaksın küçüğüm. Aşk güzel ediyor her şeyi. Elbet sen de güzel olacaksın küçüğüm. Aşk güzel ediyor her şeyi. Kaşların, gözlerin ne güzel, bakışın ne güzel, dert savurur, sevda toplar çiçeğini. Bak bu ışık senin ışığın, dallarına ay doğmuş delice, delice zeytin. Bu bahar yine gelin olacak, omuzunda yeşil bir duvak, delice, delice zeytin. Bak bu ışık senin ışığın, dallarına ay doğmuş delice, delice zeytin. Bu bahar yine gelin olacak, omzunda yeşil bir duvak, delice, delice zeytin. Elbet sen de güzel olacaksın küçüğüm, aşk güzel ediyor her şeyi.
آفرین. خواهر زن رو نگاه کن. خیلی خوب میکنه. خاله خوشت اومد؟ خیلی ممنون، خیلی زیبا بود. عزیز دلم ممنون خاله سلما، خیلی عالی بود. ممنونم. به خوشگذرونیتون ادامه بدین. نازتو برم عزیزم، بیا اینجا بینمت. من باید هر روز یه استعداد جدیدتو کشف کنم مامان جونم. یه کاری کردم دیگه دخترم. اوف دخترم. میندازم. یالا عزیزم تو هنوز سنت کمه، برو کنار. انداختم. بیرم کن اینجا. خوب شد خدا رو شکر. قسمته. برافو گورکن. عزیزم خوشبخت بشین. عزیزم من نتونستم بگیرم. آفرین. تا آخرین لحظه فکر میکردم منصرف میشید، اما دارید میرید. این شوخی میمونه. لطفاً شوخی باشه. میریم. داستان حزیران و پویراز، پایان خوب. خوشحالی، اما این یه پایان نیست. ما سالهای طولانی در پیش داریم و داستانی خواهیم داشت که برامون خاطره بشن. ما رو بیخبر نذارید باشه. بچه ها هر روز زنگ بزنین، هر روز. چه هر روزی مامان؟ آبجی حزیران هر از گاهی به ما زنگ بزنین. خب خیلی دلتنگتون میشی. جون جمع مراقب هم باشید. مامان عزیزم. دختر خوشگلم، مراقب خودتون باشی. حزیران تو چیز مهم میگفتی، این برای تو هم صدق میکنه. اگه بخوای بیا اینجا فراموش نکن که اینجا خونه توه، تو هم دختر من. میدونم عمو لطیف، ممنون. بابا زود باشید برید، ما رو غمگین کردید به خدا. زود باشید برید و برگردید، زود، فقط زود برگردید، زود. شما هم یادتون نره بیاین دیدن ما، مادر بزرگ. البته عین اینجا نمیشه، اما میام. کافیه شما خوشحال باشی. پس ما دیگه داریم میریم. مامان خیلی قوی باش دخترم. تو هم همینطور. دوست دارم. منم خیلی دوست دارم. اینطوری نمیشه. کاش ما تا اسکل بدرقت رو می‌کردیم. اینطوری خیلی بهتر میشه. ما همتون رو خواستیم در جایی که دوستتون داریم ببینیمتون. در ضمن این یه خداحافظی نیست، این یه شروع جدیده. خیلی چیزا اینجا شروع شد، اینجا هم ادامه پیدا میکنه. مطمئنم اگه برگشتیم همه چیز اینطوری باقی میمونه. و قبل از رفتن میخواستیم یه چیزی رو بهتون بگیم. ما دلمون راضی نشد که هتل رو بدیم به کس دیگه ای، نتونستیم. به خاطر همین مدیریتشو دادیم به آلپر. مبارک باشه. ممنونم. چی؟ آلپر تو اینو میدونستی؟ خب میدونی با پایراز میخواستیم سورپرایزت کنیم عزیزم. داشتی اینو قایم میکردی؟ من الان چطوری خوشحال باشم؟ آخه شما دارین میرین. مواظب هتل باشین. نگران نباش داداشم. پس وقت خداحافظیه. مراقب خودتون باشین. تا یادم نرفته اینو بدم. اینو من بگیرم. خیلی دوستتون داریم.
مراقب خودتون باش. شما هم عزیزم به سلامت. فراموشمون نکنین. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Siyahıma beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verse nerede ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanı bir kör olur bir ay var. Sonra yazmayınca harflerim nitelik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik, artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda görünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda görünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda görünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Siyahıma beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verse nerede ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanı bir kör olur bir ay var. Sonra yazmayınca harflerim nitelik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik, artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda görünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda görünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce.